مسئله هفتم، وقت نیه فی الصوم و حکمها. وقت نیتی روزه رمضان و حکم آن. پس بدونید که بر روزه‌دار واجب است که نیتی روزه کند. نیتی روزه رو نماید و این یکی از رکن‌های روزه به حساب می رود، چون یک در بالا بیان کردیم. دو رکن اساسی داشت، چنانکه گذشت. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انما الاعمال بالنیات. حقیقتا در حقیقت عملها به نیت آن شخص وابستگی دارد و انما لكل امرئ ما نوى. و برای هر کس همان است که نیت کرده است. پس اگر روزه فرضی مثل رمضان، روزه کفارت، روزه قضا، نذر، نیت باید از شب کرده شود. بر این گونه روزه ها نیت باید از شب کرده شود، حتی اگر 1 دقیقه پیش هم صبح هم باشد، چون پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له. هر کسی که نیت روزه را از شب نکند پس روزه بر او نیست. گفتند روایت ترمذی تحت رقم 733 و نسائی و ابن ماجه البانی در صحیح ترمذی تحت رقم 583 این حدیث رو صحیح دونستند. پس هر کسی که در روز نیت کند و چیز نخورده باشد، این قسمت تنها در روزه نفل جایز است. روزه های سنتی جایز است، درست است. یعنی نیت روزه نفل در روز اگر چیز نخورده باشد برای او جایز و روا می باشد، اما روزه های فرضی باید حتما از شب نیت کرده می شود. چون که عایشه رضی الله عنها میگوید روز پیامبر الله صلی الله علیه و سلم نزد من در آمدند و پرسیدند هل عندکم من شیء؟ آیا چیز دارید؟ فقلنا میگه گفتم لا، نه چیز ندارم. فقال پس پیامبر گفت فانی اذا صائم. پس من این هنگام روزدار هستم. گفتند روایت مسلم تحت رقم 1154. اما روزه فرض با نیت روز درست نمی شود. حتما لازم است که از شب انسان نیت نماید، اگر چنده که 1 لحظه پیش هم دمیدن صبح باشد. و علما فرمودند که یک نیت در اول ماه رمضان برای تمام ماه رمضان کافی است. یعنی که انسان از اول ماه رمضان قصد تمام رمضان را روزه نیت می نماید، این بسنده است. ولی فرمودند که بهتر است که با نیت هر روز نو روزه بگیرد، یعنی که هر روز نو را با نیت روزه بدارد در ماه رمضان. بارک الله فیکم. این قسمت